یکشنبه و دوشنبه این ناپایداری ها مناطق مرکزی و سواحل شمالی و به تدریج به شمال شرق کشورمون کشیده خواهد شد. اما لازم به ذکر است که شدت فعالیت های بارشی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه در بخش های جنوبی کشورمون پیش بینی شده. سرکار خانم حسنی دو اگر سوالی هست در خدمتتون. بله خانم ملکی، میخواستم بپرسم که الان در کدوم مناطق و استان‌ها مردم عزیز مشاهد باران هستند؟ بله، در بخش‌های جنوبی کشورمون مثل استان‌های بوشهر، همچنین هرمزگان، مثل مناطقی از قبیل قشم، کیش، سیری و ابو موسی در حال حاضر ما شاهد بارش باران، رگبار و رعد و برق هم هستیم. بله، خواهش میکنم که بفرمایید که گرمترین و سردترین مناطق و استان‌ها هم در حال حاضر کجاها هستند؟ بله، از نقطه نظر نوسانات دمایی در حال حاضر بخشی از غرب و مرکز دماشون نسبت به دیروز افزایش پیدا کرده، اما در جنوب و قسمت‌های شرقی کاهش دما رو شاهد هستیم. امروز گرمترین مرکز استانی کشورمون اهواز گزارش شده با نوسانات دمایی 26 و 14 و سردترین مرکز استانی هم شهر کرد با دمای 15 درجه بالای صفر و 10 درجه زیر صفر بوده. از توضیحاتتون متشکرم. خداحافظ. خدا